سلام، من مرضیه هستم و به اولین ویدیو کانالم خیلی خوش اومدین. اگر تو هم مثل من توی دنیای رویت خیلی تازه کار هستی، دقیقاً اینجا جای درستیه. چون من خودم هیچ وقت از صفر شروع کردن نترسیدم و باور دارم که وقتی که یه چیزی رو همزمان با بقیه یاد میگیری میتونی خیلی بهتر پیشرفت کنی. یعنی وقتی که ما با همدیگه شروع کنیم به یادگیری یه چیزی، مسلماً خیلی راحت تر اونو یاد میگیریم. پس قراره که با هم دیگه مرحله به مرحله و قدم به قدم از صفر شروع کنیم و تو این راه از هیچی نمی ترسیم، از اینکه اشتباه کنیم جایی یا از اینکه یه چیزی رو درست یاد نگیریم و سعی می کنیم که اینجا هر چیزی رو که در توانمون هست یکی یکی با هم دیگه پیش بریم و یاد بگیریم. نه قرار پیچیده باشه، نه قرار خیلی خشک و رسمی اینجا با هم دیگه صحبت کنیم. فقط یادگیری واقعی با مثالهای واقعی میخوایم داشته باشیم اینجا. خب بدون اتلاف وقت ما سعی میکنیم که الان بریم سراغ یه توضیح کلی درباره محیط رویت و باز کردن یه پروژه جدید. خب اینجا رویت رو که باز میکنین با یه صفحه مواجه میشین که این صفحه هوم اسکرین شامل قسمت‌های مختلفیه. قسمت مدل چند تا سامپل فایل داره احتمالاً وقتی که رویت رو باز میکنین که اینا فایل‌های آماده مربوط به خود رویت هستن و قسمت ریسنت فایل شامل فایل‌هایی هستش که مثلا این دوتا من قبلا روشون کار کردم و جزء پروژه‌های اخیر من هستن. و قسمت فامیلی ها که شامل حالا میتونه مبلمان باشه و یک سری چیزای مختلف، مثلا ممکن مربوط به سازه باشه یا هر چیز دیگه‌ای که راجع به این فامیلی ها و نحوه تولید کردنشون با هم دیگه در آینده صحبت میکنیم و یکی از مهمترین بخش های رویت همین فامیلی ها هستن. اگه بخوایم یه فایل جدید ایجاد کنیم، توی قسمت مدل یه اوپن داریم که میتونیم فایل های قبلی که روش کار کردیم رو باز کنیم و یه قسمت نیو. من میخوام یه پروژه جدید ایجاد کنم، پس روی نیو کلیک میکنم. از روی تمپلیت فایل اینجا ما چند تا قسمت متفاوت داریم که حالا ممکنه شما گزینه‌های دیگه هم اینجا داشته باشین و من روی این قسمت که مربوط به معماری متریک آرکیتکچوال تمپلیت کلیک میکنم و گزینه اوکی رو میزنم. صبر میکنم تا فایل باز بشه. خب صفحه کاری رویت هم باز میشه. توی این قسمت ما تب‌های متفاوتی رو میبینیم. این قسمت حالا شامل دیوار، در، پنجره، کامپوننت ها که همون مبلمان ها هستن، قسمت کالم که مربوط به حالا ستونگذاری، سقف و کف و قسمت های مختلفیه که حالا اگه من بخوام تک به تک اینا رو توضیح بدم خیلی ویدیو حوصله سربری میشه. به خاطر همین سعی میکنم که در روندی که حالا ما ویدیوها رو ضبط میکنیم با هر کدومش کار داشتیم اونو همون موقع توضیح میدیم. قسمت سمت راست پراجکت براوزر، حالا شما ممکنه که این دوتا رو مثلا زیر هم داشته باشین موقعی که اینو باز میکنین یا کنار هم داشته باشین که با درگ کردن اینا رو میتونین جا به جا کنین. خب قسمت پراجکت براوزر مثلا بهتون لول ها رو نشون میده، نماها رو نشون میده و اگه سکشنی رسم کنید توی نقشه هاتون سکشن رو اینجا بهتون نمایش میده. و سمت چپ که پراپرتیز، اگر شما مثلا یه آبجکت داشته باشین اون رو انتخاب کنین، توی این قسمت میتونین ویژگی های مختلفش رو تغییر بدید. مثلا اگه دیوار باشه اینجا میتونین مثلا رنگ دیوار، ارتفاع دیوار، اینکه مثلا چقدر با سطح 0-0 فاصله داشته باشه، ارتفاعش تا کدوم سقف بره، همه اینا رو توی این قسمت میتونین تغییر بدین که توی جلسه بعدی یک کوچولو راجع به این قسمت هم یاد میگیریم. خب بعد از اینکه شما پروژه رو باز کردین، ما باید یه کاری بکنیم. اونم اینه که یک تنظیماتی رو ما باید لود بکنیم. این تنظیمات کدوم قسمته؟ از منوی فایل آپشن رو انتخاب میکنید و به قسمت فایل لوکیشن میریم. اینجا جدولی رو میبینیم که حالا قسمت‌های مختلفی داره، متریک، کانستراکشن و حالا قسمت‌های دیگه. ما میخوایم
یک دیفالت متریک که مربوط به تنظیمات معماری هست رو اینجا لود کنید. رو علامت پلاس میزنیم و تمپلیت، انگلیش و دیفالت متریک و اوپن. دیفالت متریک اومد توی این جدول، انتخابش میکنیم، میبریمش بالا. از این به بعد هر وقت که ما فایل یعنی کلا رویتمون رو باز میکنیم دیفالت متریک رو داریم، اوکی میکنیم. خب اینو من میبندم، دوباره بازش میکنم که اونو ببینیمش. دیفالت متریک توی پوشه RVT هست که شما موقع نصب رویت توی درایو C تون وجود داره. حالا یه بار دیگه مسیرش رو بررسی میکنیم توی این ویدیو که مشکلی نباشه برای لود کردنش. اگه سوالی داشتین یا لود نشد برای من پیام بذاریم. خب گفتیم میایم توی قسمت نیو، اینجا دیفالت متریک الان اینجاست. دیفالت متریک رو اوکی میکنیم و پروژه باز میشه. یه بار دیگه مسیرش رو بررسی میکنم توی فایل، آپشن، فایل لوکیشن و اینجا علامت پلاس رو که بزنیم اینجا توی پوشه C پروگرام دیتا اتودسک RVT 2022 اینو که باز میکنیم توی تمپلیت، انگلیش و دیفالت متریک که ما قبلا لودش کردیم و اوکی. خب حالا توی این صفحه که ما داریم باید براش تعریف کنیم که ما با چه مقیاسی میخوایم کار بکنیم و اینکه باید دکمه UN رو بزنیم که این پنجره برامون باز بشه. خب میخوایم بهش بگیم که واحد اندازه‌گیری چی باید باشه، ما میخوایم با چه واحدی کار کنیم. توی این قسمت میایم گزینه یونیت رو به متر، من بیشتر با متر کار میکنم، به متر تغییر میدیم. اینجا بهش میگیم مثلا تا 2 عدد اعشار برای من نمایش بده و اینکه کنارش یه علامت متر هم برای من اضافه کن. اوکی و اوکی. خب بعد از اینکه ما این تنظیمات رو انجام دادیم، شما اینو تمرینش بکنید. بعد از این باید بریم سراغ ساختن لول ها که توی جلسه بعد اونو توضیح میدم و با هم دیگه کار میکنیم. فعلا سعی کنید که برنامه رویت رو نصب کنیم و دیفالت متریک رو درش لود کنید و یونیت ها رو هم اوکی کنید. ممنون که تا اینجا همراه من بودید. امیدوارم که لذت برده باشین و بتونید با هم دیگه یواش یواش پیشرفت های زیادی داشته باشین. ممنونم.